توی یک شرایط آروم و راحت قرار بگیر. میتونی بشینی یا دراز کشیده این تمرین رو انجام بدی. هر موقع که آماده بودی چشمای قشنگت رو ببند و تمرکزت رو بیار به سمت بدنت. کاملا بدنت رو احساس کن. به حالت قرارگیری پاهات، حالت دستات، ستون فقراتت که بدنت رو صاف و کشیده نگه داشته. حالا به نقاط برخورد بدنت با سطح زمین توجه کن. ببین کجاها بیشتر میتونی احساسش کنی. این جاذبه زمین بدنت رو سفت و محکم روی سطح زمین نگه داشته. میخوایم از این انرژی زمین استفاده کنیم و با هر نفس بدنمون رو ریلکس کنیم. پس تصور کن که با هر دم انرژی رو از زمین از طریق پاهات وارد بدنت میشه. این انرژی توی تک تک سلولای بدنت حل میشه و با بازدم از طریق تاج سرت به بیرون حرکت میکنه. پس شروع کن با شمارش من. دم انرژی رو از زمین از طریق پاهات بگیر، حس کن توی بدنت حل میشه. حالا بازدم از تاج سرت بیرون میره. دوباره نفس بگیر. دم انرژی رو احساس کن. بازدم به بیرون. بدنت شل و رها، ریلکس. حالا نفساتو به حالت طبیعی برگردون. به طبیعی بودن نفسات دقت کن که بدون کنترل تو این نفس در جریانه. اجازه بده بدنت توی این انرژی بمونه.
هرچه که حواست جایی جز مراقبه رفت هیچ اشکالی نداره. این هم جزئی از تمرینه. خیلی آروم با احساس مهربونی دوباره تمرکزت رو برگردون به سمت نفسات. حالا به نفسات توجه کن. با هر دم و بازدم طبیعی و آروم بدنت رو ریلکس کن. شونه ها لخت، دستا رها. گردن رها. عضلات صورت و فکت رو رها کن. شقیقه ها آروم ریلکس. ماهیچه های کوچیک دور چشم. حالا دوباره با همون ریتم نفس کشیدن انرژی رو از زمین بگیر. احساس کن که از طریق پاهات وارد بدنت میشه، توی تک تک سلولای بدنت حل میشه و از طریق تاج سرت با یه بازدم رها میشه. تو الان اینجا حضور داری. هیچ کاری برای انجام دادن نیست. فقط به حضورت توی این لحظه توجه کن. به این نفسی که در جریانه. ببین بودن توی این بدن چطوره. حقیقتت رو احساس کن. نفس آروم، بدن آروم. نفس رها، بدن رها. اینجا بودنت رو احساس کن. فقط بودنت رو، نه خوب بودن نه بد بودن، فقط خود بودن رو حس کن. همینطور که داری خودت رو احساس میکنی، تصور کن که توی یک طبیعت زیبا نشستی یا هر مکان دیگه که بهت احساس خوبی میده. خودت رو اونجا با جزئیات تصور کن.
نور ملایم خورشید به بدنت میتابه. احساس خوبی داری از انرژی که از طریق نور خورشید به بدنت میتابه. این انرژی دور بدنت در حال چرخشه. تو کاملا احساسش میکنی. حالا اجازه بده این انرژی این بار از طریق تاج سرت با هر دم وارد بدنت بشه و از طریق پاهات با هر بازدم به زمین حرکت کنه. شروع کن با هر دم. انرژی از بالای سرت وارد میشه، به رنگ طلایی و سفیده وارد تک تک سلولای بدنت میشه و از طریق پاهات از زمین عبور میکنه. من چند لحظه به تو فرصت میدم که حضورت رو توی لحظه احساس کنی و از این انرژی احساس خوبی بگیری. پس من تو رو با این احساس تنها میذارم.
حالا خیلی آروم آروم تمرکزت رو برگردون به سمت این فضایی که توش قرار گرفتی. کمی شونه هات رو به سمت عقب بچرخون، انگشتای دستت رو حرکت بده. هیچ عجله‌ای نکن برای خارج شدن از این مراقبه. سعی کن بعد از این تمرین هم این احساس خوب رو توی بدنت نگه داری. حالا هر موقع که آماده بودی چشمای قشنگت رو باز کن.